سلام دوستان، خوبید؟ بچه خیلی سریع بریم سراغ آموزش آیپد ویو این سیزن جدید یعنی A7. بعد این نکته رو دقت کنید که کسایی که نسخه اندرویدشون پایینه 100% براشون جواب میده، ولی کسایی که نسخه اندرویدشون بالاست یعنی هایپر او اس و اینجور داستانا یکم سخته و باید تست کنید که براتون جواب میده یا نه. خب اینجا ما وارد تنظیمات خود گوشیمون میشیم، این پایین روش میزنیم و اینجا بچه درباره گوشی رو میزنید و نسخه سیستم عامل. برای سامسونگ هم همینه، اگه چند بار روش بزنید بهمون یه دسترسی میده که میتونید برنامه نویسی کنید و اگه بیاین پایین تر تنظیمات بیشتر گزینه‌های توسعه دهنده رو میزنید و باید اسکرول کنید یکم بیاین پایین تر و یه گزینه اینجا هست برش کوچکترین عرض. ببخشید بچه‌ها، میبینید که برای من 406، حالا واسه شما هم هر چقدر از عددش فرق نمیکنه. اینجا باید عدد 780 رو اینجا تایید رو بزنید و بیاید بیرون. یه برنامه رو باز میکنید، هیچ فرقی نداره برنامه بازی که الان دارید. من این پایین صفحه رو میکشم بالا که یکی از برنامه باز رو براتون نشون بدم. خب بچه اون دوتا تیک حالا زیر همه روش بزنید. اگه این کارو کردین این قسمت، این برنامه‌ای که باز بود میره اون قسمت بالا و الان شما باید پابجی موبایل رو روش کلیک کنید و باز کنید. میبینید که صفحتون به این شکل در میاد و اینو آیپد ویو کنید. فقط بچه دقت کنید که یکم سخته واسه کسایی که نسخه اندرویدشون بالاست. باید شما هم تست کنید که براتون آیپد ویو میشه یا نه. چند بار تست کنید بچه، احتمال زیاد براتون انجام بشه و اگر نشد من مثل سیزن قبل اگه فایل و برنامهش بیاد حتما براتون میذارم و میتونید ازش استفاده کنید. از لایک، کامنت انگلیسی و سابسکرایب یادتون نره. بچه اون وسط یه جدا کننده هست، اگه روش بزنید و پابجی موبایل رو به سمت چپ بکشین بازی براتون تمام صفحه میشه. فقط حواستون باشه که اون آخر دست چپ ولش کنین که خودکار وارد بازی بشه. کسایی هم که مشکل آپدیت پابجی موبایل رو دارن، چون مایکل از لیستش حذفش کرده و گوگل پلی هم یه سری داستانا داره، باید تحریم و دور بزنی و وی پی ان خوب داشته باشی که 3 ساعت طول نکشه دانلودش. من امروز اگه بتونم آموزش رو براتون میذارم که بتونید با یک کلیک دانلود کنید و اگه صفحه براتون به این شکل در اومد یعنی براتون آیپد ویو شده.